همه شما حتما انیمیشن رو به خاطر دارید که تو سالهای 88 و 89 سر صدای زیادی به پا کرده بود. ولی آیا اگر خبر یا ساخته شدن فصل جدید این انیمیشن به گوشتون خورده، باید بگم که اگر نخورده که هیچی، ولی اگه خورده کاملا درسته. بعد از گذشت 13 سال تو 17 فوریه 2021 فرش تیوی، HBO Max و کارتون نتورک اعلام کردن که سری جدید این انیمیشن داره ساخته میشه و به احتمال بیشتر آخر تابستان امسال از شبکه کارتون نتورک پخش خواهد شد. مجریان این فصل ها مثل فصل های سابق مجری مرموز و منفورمون کریس مکلین خواهد بود و در کنارش آشپز بد اخلاقمون سرآشپز. ولی جای سوال اینجاست که شرکت کننده های قدیم حضور خواهند داشت یا شرکت کننده های جدید اضافه خواهند شد. اگر خوب به پوستری که منتشر شده دقت کنید، شما شخصیت های قدیمی رو در آن خواهید دید، از جمله لینزی و بترو. و در سمت راست تصویر هارولد، آلخاندرو و هدر رو میشه دید. و در وسط لایتینگ و دو شخصیت قدیمی دیگر هم به چشم میخوره. و در سمت چپ تصویر هم این دو شخصیت از فصل‌های قبل رو میتوان مشاهده کرد. و اگر خوب دقت کنید تو این بین کورتینی رو هم میشه دید. اما به هر حال از روی این پوستر نمیشه به نتیجه قطعی دست یافت و شاید شرکت کننده های دیگری حضور داشته باشند. قرار این سری مثل فصل اول توی جزیره واواناکوا برگزار بشه، اما آنچه که توی فصل ششم دیدیم که همتون یادتونه نیست شد. حالا خدا میدونه که چطور میخوام برگردوننش. و در ضمن گفته میشود که این فصل دارای چالش‌های تیک تاکی میباشد. میگن این شرکت به دلیل اینکه اعتبار خود را بین مردم از دست ندهد شروع به ساختن فصل جدید کرده است. این شرکت از یکی از فرمانهای حرفه‌ای خود شکایت کرده بود، اما عده‌ای هم میگن ربطی نداره و از سال قبل به آن اقدام کرده بودند. اما هر چی باشد، ما به احتمال زیاد این فصل‌ها از کشورهای مختلف پخش خواهند شد، چون فصل‌های قبل در کشورهای مختلف بین مردم محبوبیت زیادی به دست آورد. اما آیا مثل فصل‌های قبل این انیمیشن از شبکه جیم جونیور پخش خواهد شد؟ اینو فقط خدا می‌دونه.